یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. ای خدایی که اعطا میکنی و رحمت میکنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو رو نمیشناسد. تحننا منک و رحمت، از بس تو لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری به بندگان خدا. یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد همین ایمان به لطف عمیم پروردگار است و این که رحمت پروردگار بی منتهاست و این که انسان در هر اندازه عاصی باشد و گناهکار باشد، اگر به مانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و مقر به معصیت و بنده ای که تصمیم گرفته است دیگر نافرمانی نکند، اگر به درگاه الهی قدم بگذارد، محال و ممتنع است که پروردگار او را از در خانه خودش دور بکند.